کارمندان بخش گفتگو جنایی پلیس شهر سنت پتربورگ روسیه روز 20 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 11:30 در کوچه میسینکا در نزدیکی ساحل دریای نیوا در مرکز تاریخی شهر یک بلاگر 36 ساله تاجیک را دستگیر کردند. بنا به اطلاع نشریه‌های محلی از جمله پایگاه خبری فانتانکا، این بلاگر تاجیک برای نشر ویدیوهای ضد دولتی در کانالش در یوتیوب از ماه ایول سال 2022 از جانب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان تحت جستجو قرار داشته است. گفته می شود که این شهروند تاجیکستان در قلمرو روسیه قانونی زندگی داشت، ولی در وطنش به ضد او با اتهام سنگین و جدی پرونده شدند. خود دستگیر شده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به گفته تفتیشات این مرد تاجیک در کانالش در یوتیوب گویا به سرنگون ساختن ساخت کانستیتوسیونی و همچنین در بین جامعه کینه و عداوت مذهبی و نژادی برمیانگیخت. بعد تحت جستجو قرار گرفتنش این بلاگر ناپدید شده است، ولی معلوم شد که او هم این وقت در قلمرو روسیه بوده در پتربورگ کار و زندگی میکرد. او را به شعبه پلیس آورده و مقامات تاجیکستان را از بازداشت شدن نفر تحت جستجویشان خبردار کردند. انتظار می رود بررسی روند استرداد او به تاجیکستان آغاز شود. تفصیلات دیگر پرونده این بلاگر تاجیک دسترس نیست، اسم او نیز نشر نشده است. در تاجیکستان معمولا با اتهام چون دعوت به سرنگون کردن ساخت کانستیتوسیونی، برانگیختن کینه و عداوت آنها را تحت تعقیب قرار میدهند که فعالیت اپوزیسیونی دارند و یا از سیاست حاکمان کنونی این جمهوری انتقاد میکنند. برای چنین اعمال مؤلفان را میتوانند همچنین به همکاری با حزب و گروه های ممنوع هم ایبدار کنند. قرار معلوم فعالیت تقریبا همه حزب و گروه های عمده اپوزیسیونی در تاجیکستان رسما منع کرده شده. برخی آنها به مثل گروه 24 سازمان اکستریمیستی اعلام شدند و برخی دیگر به مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سازمان هم تروریستی و هم اکستریمیستی اعلام شدند. در تاجیکستان 10 نفر با چنین اتهامات انگیزه‌های سیاسی زندانی کرده شدند. موردهایی هم وجود دارد که شهروندان را حتی برای یگان لایک یا شرح در زیر ویدیوهای اپوزیسیونی به زندان میاندازند. مقامات روسیه در مسئله تعقیب دیگر اندیشان با مقامات تاجیکستان همکاری زشت دارند و ده‌ها تن از فعالان مخالفین و منتقدان حکومت تاجیکستان را دستگیر کرده به دوشنبه سپردند. سال 2022 در روسیه همچنین بیش از 20 تن از زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان را بازداشت و به دوشنبه سپردند. تقریبا همه آنها با جرم‌های چون جدایی طلبی و پشتیبانی از اعتراضها در این ولایت مختار واقع در شرق تاجیکستان محکوم به سالهای طولانی زندان شدند.